سراینده ها گاها در سرودهاشان کلمه های کفری میگن و از دین خارج میشوند، ولی خودشان آگاه نمیشوند. ببینه ای فاسق چی میگه. میگه دیدنی رویت ثواب از صنمه. حالان که خداوند در قرآن کریم هم مردان و هم زنان را از چشم چرانی و نگاه کردن به نامحرم منع کرده است. در این کلیپ دیده می شود که چگونه این فاسقان چشم چرانی میکنن و نسل جوان به بی‌حیایی دعوت میکنن. حتی یک مرد سیاه‌پوست روی صحنه آورده با یک دختری تاجیک چشم چرانی میکنن. ای به غیرت، زنت یا خواهرت میتونی براری حتی همین نگل این میشه چشم چرانی کنن؟ مرد باشی جواب ده. برای شما به غیرتا فحش است با نگرها کلیپ کردن و دخترای تاجیک پیشش برآوردن. خداوند به تو میگوید زنی نامحرم را نگاه نکن، برایت حرام است، اما تو میگویی دیدنی رویت ثواب از صنمه. مگر این آشکارا مخالف حکم الله برآمدن نیست؟ کنی برو با یک قانون دولت مخالفت کن، خوف میکنن، میترسی مخالفت کنی، ولی با یک جرأت کلان با حکم الله مخالفت میکنی. حرام کرده الله را کاری ثواب میگویی. این کفر آشکارا است. از الله بترسی.